سلام. حال شما چطوره؟ خوبیم؟ بچه‌ها امروز اومدیم 2 تا دونه شکلات خوشگل و خوشمزه رو تست بکنیم. یه دونه شکلات مستر بیست بادامیشه. اینم بادوم ماچا با توت فرنگیه که آره. کلا کره‌ایه. شکلات ماچا توت فرنگی، آره چیز کره‌ای هستش. کره‌ای نوشته ولی برندش ترکی هم هست دیگه، به اردو هم هست. ولی خب جفتش جدیده. بریم تست بکنیم ببینیم طعمش چجوریه. برو بریم. اول کدومو؟ اونو؟ آره اینو باز کنیم. به نظرم ماچا چوسیش بیشتره. ماچا که الان دور ماچاست دیگه. پکیجینگش خوب بود. خب خدای رخ کار خیلی بابت قوی. هزینه که کردیم مثلیس خیلی گرونتر شده. آره. و ببینیم واقعا پکیجینگش رو ببینین از تو کارتون در میاد. اینه باشه. اوکی. باز کن من بخورم فقط. خوراکم اینه که بخورم. سبز تو صورتی ها. سبز تو صورتی چیز جذابیه. سبز تو صورتی. بشکن. ای من تو که میمردم صورتیه. واسه تو که نه. نه تو نه. تو نه. تو نه. تو نه. بده دیگه آتی. نه تو نه. دقیقا همون روش مزه خود ماچا رو میده. آره دیگه ماچا یه بوی خاصی داره. اون بوه رو میده. این توت فرنگی چینیش باحاله. وسطش هم یه چیز خشکه. بعد داخلش هم آره داخلش هم هست. خود توت فرنگی هم داخلش هست. باحاله. ماچا آره، طعمش خوشم اینه اومد. دیگه، چیز سالمیه. من خوشم اومد. از شکلات که سالم نمیشه. ما حالا صبح رو ورزش شب بیا بخور. وارم. خب 20 بریم دقیقه شکم زدم. مستر بیست. پکیجینگ قوی نداره. پکیجینگ ندیم. مستر بیست شکلات قویه دیگه. کامل بیار بیرون. شکست بچه وسط بیرون آوردنش. اینجوریه. واسه هم تیکای مستر بیست بادومه. نوشته روش. برو بریم تست. بریم طعمش چجوریه. من که میمونم. نه تو نه. خیلی معمولیه. خیلی معمولیه. شکلات صابونای البته قدیمی ها بود. بچگی ها شکلات دیگه. کمپیا بود. ما گفتیم که آره تستشو بگیریم. همه چیز باحالی بود. کمپیا بود. بچگی ها اون میخوریم. صورتی ها. خب. آفرین. همه اونو میده. تکای بادامش هم ریز ریزه. آره. خیلی گرونه. 298 لیتر. مدل چند تومن؟